یک شخص ماشین نو می‌خرد. سحری به صحن حولیش می‌براید که می‌بیند دختری 8 ساله‌اش به در ماشینش چیزی می‌نویسد. از غضب بسیار با چوب دستان دخترک را می‌زند. پس از غضب او را به بیمارخانه می‌برد. خلاصه رنگین این می‌شود که از ضربه سخت استخوان‌ها همه معده شده بودند و بالاخره چلیک‌ها را می‌برند. پس از جراحی پدر به نزد دخترش می‌دراید. دخترک با یک لفظ شیرین میگوید: پدر جان، اگر این چلیک‌های من دوباره بسبزند، من دیگر هیچگاه به در ماشین شما چیزی نمی‌نویسم. پدر از الم بسیار به صحن حولی بیمارخانه می‌براید. ماشین را با پایهایش لت و کوب می‌کند و می‌بیند که در در ماشین نوشته شده بود: پدر جان، من شما را دوست می‌دارم. فرزند نهال عمر انسان باشد، نیروی دل و حلاوت جان باشد. مادر چو درختی است که در باغ حیات، بگذار میوه‌اش فراوان باشد. تیز غضبناک نشوید، این کار شیطان است.